هر کدوم از یاران حسین به زمین می افتادن این حسین بود که جان میداد. ما آدمای سطحی هستیم، میگیم حسین فقط بالای سر علی اکبر جان داد. همه گفتن حسین جان داده. بالای سر حبیب ابن مظاهر اومد، میدونید چی گفت؟ همونی رو گفت که بالای سر علی اصغرش گفت. خدایا من تحمل میکنم چون تو نگاه میکنی یا و الا میمردم. حسین 70 بار جون داد. اون غلام ترکی که اومده بود تو کربلا یه گوشه افتاد زمین، حسین جون داد بالا سرش. ما معرفت نداریم، ما نمیفهمیم یه ارباب نازنین نوکراش چقدر دوست داره. ما نمیفهمیم. دیدی کم داریم. ما درک نمی کنیم. مصیبت همه از عاشورا شروع میشه، مصیبت امام حسین از امروز شروع میشه. چرا؟ بچهای کوچولوی شهرنشین رو شما دیدی؟ ببرشون تو بیابون، چادر بزن، بگو 9 روز اینجا باید زندگی کنی. 9 روز این بچه ها جلو ابا عبدالله حسین راه میرن، میخورن زمین، لباسشون خاکی میشه. حسین اینا رو بغل میکنه، لباساشون رو میتکونه. حسین یک پدر مهربان و غیرتمنده، راضی نمیشه بچه هاش اینجوری زمین بخورن. بیابانگرد شده حسین. خوش به حال اونایی که تو این عزا میمیرن به عاشورا نمیرسن. خوش به حالشون. اونا تو اعلی علیین جا دارن. روز قیامت گریه کنای امام حسین رو میخوام ببرن اول اینا رو میبرن، بعد گریه کنای قودی قتلگاه رو 10 کیلومتر بعد از اینا میارن. میگن این وقتی دید بچه های حسین تو خاک و خول میغلطن مرد. گفت من میدونم حسین نمیتونه تحمل کنه، حسین براش سخته. چی داده به خدا حسین؟ خیلی که میرن بالا میگن میخوام 70 بار جان بدم. شب عاشورا همه به ابا عبدالله حسین میگفتن یا ابا عبدالله کاش 70 جان داشتیم در راه تو میدادیم. امام حسین لبخند میزد و این که مالا خودمه. مالا خودم. هر کدوم جان میدادن حسین جان میداد. آقا فرقی نمیکرد. بله فرق میکرد. یه غلام سیاه امام حسین جان داد، انگار حسین جان داده. اگر امام حسین سر غلام سیاهش اینجوریه، سر ابوالفضل العباسش چگونه است؟ اون دیگه به ما نیومد. امام حسین اینجوری همه چیشو در راه خدا داده. چجوری می شده؟ میگم همه چی مال باطنه. خب خیلی ها میرن کشته میشن، شهید میشن. یعنی 70 بار که کسی جان نمیده که. هیچکی دل امام حسین رو نداره. هیچکی امام که نیستش که یاراشو جلو چشمش اینجوری دونه دونه قلم کنه. یکی دو تا از یاران خاص امیرالمؤمنین رو قلم کردن. دیدی آقا چی کار کرد؟ چقدر خودشو زد، گریه میکرد. کدوم امامو اینقدر یاراشو جلوش کشتن؟ حسین همه توانشو داده. بله شهید که زیاد داریم، تو انبیا هم شهید زیاد داریم. همه چیشو در راه خدا داده. خدا به امام حسین ظرفیت داده، خیلی ظرفیت بزرگی. تمام ظرفیتشو خرج خداوند متعال کرده. حالا خدا میخواد جواب حسین رو بده. چجوری میده؟ با تمام خدایی خودش میاد تو میدون. حسینم دیگه من و تو این حرفا رو نداریم. دیگه من و تو این حرفا رو نداریم. هرچی تو میگی این قاعده منه. این الان باید بره جهنم، این الان باید فشار قبر، ولی تو چی میگی؟ ابرقدرت حسین این زحمت نکشیده، نمیتونم بهش بدم، ولی حسین اگه تو بخوای یه چیز دیگه است.
باید با مقایسه کار درست بکنم. روز قیامت پرونده شیعیان رو میارن محاسبه میکنن. ای امام حسین ما میخوایم وارد بشیم، تو اومدی کربلا، ما هم داریم میایم کربلا، میخوایم این سفر ما معنوی باش، با معرفت زیارت کنیم تو رو امسال، یه با معرفت سینه بزنیم جهان تکون بخوره. کم نداشته باش. گریه کنه حسین. البته نمیتونم اینو بگم، معذرت از همتون میخوام و یواشکی میگم، جدی نگیرید، عذرخواهی میکنم، هم از تو هم از صاحب جلست که خوشحال میشه وقتی شما رو میبینه. دیگه امام زمان که گریه کنه جدشو نباید تحمل بکنه، که باید از عمق جان تحویل بگیره، کم نداشته باشه اینجا. با معرفت تو عالم زیر و زبر میکنه. معلومه آقا امروز تو چی داری میگی؟ حرف زدن و رفتن اون همه کتاب. ما میخواییم یقه هم دیگه رو بگیریم بریم اون حرفا رو باور کردیم، باور کنیم دیگه، باوره مهمه. ما گیر داریم، من خودم گیر دارم، میخوام بیام تو شما، تو فریاد شما آدم بشم. آقا کریمه، خب آقا اینا آدمن، تو چی؟ تو که بهت نمیرسه، معرفت نداری. امام حسین مهربونه، وقتی که بیاد پخش بکنه نعمتشو میگه به اینم بدید. آقا این معرفت نداره، بده بره، من حسینم، جدا نکن، اینجا بوده دیگه. لذا میگردم برم مجالس آدم حسابیا، امام حسین رو قبول دارن. امام حسین تو ابرقدرتی، تو میتونی عوضم کنی، جبران کنم به گذشتم.